واقعا بنیاد ملت از معارف آغاز می‌یابد. همین است که در دوران سید سپهری به ساحه افزایش‌یابی جامعه توجه بیشتر روانه گردید و سال به سال بنیاد مؤسسه‌های نوزمانوی در هر دهه و ناحیه‌های مملکت وسعت تازه را کسب کرده است. اکنون با فراهم آمدن شرایط مساعد هر یک خواننده را می‌باید تا بهر آموزش علم‌های معاصر جدوجهدی بی‌اندازه نمایند. اشتراک خوانندگان در آزمون المپیادهای مختلف نیز با تقدیر بخشیدن درجه دانش‌آموزی اسلامی مساعدت می‌کند. در ناحیه فیض‌آباد نیز ساحه معارف تدریجاً رشد می‌کند. دلیل این مدعا می‌تواند اشتراک موفقانه خواننده‌ها در المپیادهای فنی باشد. ما را پیگیری نمایید. تعلیم گیرندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم یکی به نام اسماعیل سامانی ناحیه فیض‌آباد در آزمون المپیادهای مختلف فنی فعالانه شرکت نموده به دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. از جمله 2 نفر خواننده مؤسسه مذکور در دور نهایی المپیادهای بین‌المللی اساسهای فن در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان از خود فعالمندی نشان داده صاحب مدال و دیپلم گردیدند. طور مشاهده گردید غالبان المپیاد را در مؤسسه با اشتراک آموزگاران و خوانندگان تعلیمگاه با خوشحالی استقبال گرفتند. یکی از آنها گلنازه احمد و خواننده صنف دهم مؤسسه بوده در المپیاد مذکور از فن زبان انگلیسی شرکت نموده است و به او میسر شد تا سزاوار جای یکم گردد و به این وسیله صاحب مدال طلا و دیپلم شود. با ابراز موصوف پیشرفت تمام جبهه‌های روزگار و علم وابسته است. عقل انسانی پیوسته بازیافت‌های نهان روی کار آورده زحمت مردم را به مراتب آسان می‌کند. علم و دانش در انکشاف و رشد صنعت کشاورزی، در گشودن سر و اسرار طبیعت و کائنات و حل نمودن معماهای زیاد نهایت بزرگ است. از این لحاظ ما جوانان باید همیشه علم آموزیم و نامبردار وطن خویش باشیم. در المپیاد بین‌المللی در جمهوری ازبکستان در شهر سمرقند از فن انگلیسی اشتراک کرده در بین نمایندگان 6 کشور جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه و ترکیه اشتراک کرده و خوشبختانه سزاوار جای اول شد. در المپیاد بین‌المللی در آنجا با ما تست داده شد که در آنجا با ما 1 ساعت و 30 دقیقه جدا کرده. در این مدت ما تست را کار کرده با آنها ولی جمشه 2310 نفر خواننده در 2 بس به تعلیم و تدریس فرا گرفته شدند که به آنها 115 نفر آموزگاران با تجربه درس میگویند. طوری معلوم گردید در تعلیمگاه 45 صنفخانه موجود بوده درس‌ها طبق طلبات زمان معاصر برآورده شده است. لازم به ذکر است که محصلین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه مذکور تا این دم در چندین آزمون و المپیادهای جمهوری شرکت نموده مقام‌های نمایان را اشغال نمودند. واقعا در چنین آزمون و المپیادهای مختلف اشتراک نمودن خوانندگان آموزگاران نیز سهم نظررس دارند. فخر از آن میکنم که خوانندگان ما در آزمون المپیادهای بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیده و این افتخار دولت و ملت میباشد. ما آموزگاران کوشش میکنیم که درس را با طرز زمانوی یعنی که جدی‌تر گذرانیم. در این برابر خوانندگان گیمنازی خصوصی فروغ معرفتی ناحیه فیض‌آباد نیز در المپیاد بین‌المللی اساسهای فن در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان شرکت نموده صاحب جایگاه نمایان و مدال و دیپلم گردیدند. آنها را هم با آموزگاران و خوانندگان گیمنازیا با گل و گلدسته‌ها پیشواز گرفتند. ضمن برآمد مسئولین غالبان المپیاد را تبریک و تهنیت نموده در خوانش منبعده‌شان بوربوری‌ها تمنا نمودند. همزمان قید کردند که واقعا باعث خوشنودی است که نوروزان ما با دانش و ادراک خویش نام وطن عزیزمان را میان کشورهای خارج معرفی نموده مقام‌های لازم را اشغال می‌نمایند. ایناس غفورова یکی از غالب دور نهایی المپیاد مذکور میباشد. نامبرده خواننده صنف ششم مؤسسه بوده در این المپیاد بین‌المللی از فن زبان روسی شرکت نموده است و باعث خوشحالی است که مقام دوم را صاحب شده است. با ابراز موصوف با فن زبان روسی شوق زیاد داشته برای اشتراک در المپیاد با آموزگار خویش گلرو بابوخانова آمادگی دیده است و به او بخت آمد کرد و با گرفتن مدال نقره و دیپلم شرفیاب گردید. با اندیشه ایناس انسان میتواند با واسطه کتاب با ادبیات و فرهنگ گذشته، سیاست، اقتصادیات مملکت و تاریخ و تمدن کشورهای عالم شناس شود. زیرا کتاب محصول عقل و ذکاوت مردم صاحب تمدن، عامل اساسی حفظ فرهنگ ملی و یکی از مهمترین واسطه‌های معرفت‌نام کردن اهل جامعه بوده قابلیت سخنرانی و سخنرانی را صیقل می‌دهد. من خیلی شدم که امسال در این المپیاد اشتراک کرده مقام نمایان را اشغال نمودم.
минбар низ кӯшиш мекунам то дар чунин озмуну олимпиадаҳои фанӣ ширкат намуда ба ин васила дониши хешро сайқал диҳам. Свои знания и навыки. хотиррасон менамоем ки дар гимназияи хусусии фурӯғи маърифат 118 нафар хонанда таълиму тадрис мегиранд. тавре мушоҳида намудем дар гимназияи мазкур 10 синфхона мавҷуд буда 19 нафар омӯзгор барои саводомӯзии муҳассилин ба кор ҷалб гардидаанд ва онҳо кӯшиш мекунанд то дар соли тибқи талаботи замони муосир баромада иштироки хонандагонро дар чунин озмуну олимпиадаҳо зиёд намоянд, зеро имрӯз тоҷикистон аз назари демография